اتفاقایی داره تو دنیا میفته. یه سری نشونه ها داره به وقوع میپیونده که نمیتونیم بگیم نیست که هست دیگه. چیکار کنیم؟ تطبیق نمیدیم، اما دیگه چیکارش کنیم؟ مگه چند بار قراره تو نشونه ها میگه آقا علم از نجف میره قم؟ چند بار مگه قراره بره؟ رفته دیگه. یه نشونه ها محقق شده. میگه مردا خوشون شبیه زنا میکنن، زنا خوشون شبیه مردا میکنن. شده دیگه. میگه لباس آشکار میشه، میفرماد نزول میاد تو زندگیاشون، کسی رو پیدا نمیکنی، یا نزول داده یا نزول گرفت یا گردی از نزول رو زندگیش هست. تفاکهوا بینهم بشتمی الآباء والامهات. میگه میبینی جووناشون با همدیگه جوکشون، فکاهیشون، حرفی که میزنن اشغال میکنن، با هم میخندن، سوژه کردن ننه بابای همه. حذیفه بن یمان دست به پرده کعبه گرفته به رسول الله عرضه می‌داشت انه کائن، مگه میشه همچین موجوداتی بیان با ننه بابای هم شوخی کنن؟ نمیگه ناراحت میشن، سب نیست، فوش نیست، فکاهیشونه، حال میکنن، میگن میخندن. و کثرت الاشجار و قلت الثمار. روزگاری برسه این دیوونه ها زیاد درخت میکنن اما درخت میوه نمیکنن. او آدمی که اعراب جاهلی رو دیده بود، دور جاهلیت، میگه اینا دیگه چه دیوونه‌این. یه شهرامون یه نگاهی کنیم، درخت میکنیم، آبم بهشون میدیم، سرسبزم نگهشون میدیم، اما درخت میوه نمیکنیم. واه، چرا این کارو میکنیم ما؟ خولیم. آره، جاهلیت مدرن. روایت میفهمون و رفع ارتفاع میگیره. چی؟ بنای چی؟ تا قبلش قصور بوده، کوتاه بوده. میگه خونه هاشون دراز میشه، آپارتمان میسازن، بیرون خونه هاشون رو خیلی خوشگل میکنن، خیلی براشون مهمه تفاخر. نمای ساختمونشون خیلی مهمه. ببینید چشتون دراد، ببین چه خونه ای دارم. عصر تبرج. برج یعنی اون چیزی که تو چشه، برج میلاد. از شهر که نگاه میکنن اول برج رو میدیدن. ستاره‌های تابلوی تو آسمون رو میگن بروج. میگه ولا تبرجنا، خودتو تابلو نکن تو خیابون. تبرج جاهلیت الاولا، مثل اون تبرجی که زمان جاهلیت اولی میکردی. وقتی میگه اولا پس یه اخرایی هم هست دیگه. میگه یه موقعی میرسه فقط دنبال نشون دادن خودش. امروز ماشینشو سوار میشه میاد میگه ببینید چشاتون دراد، بریم دور دور. عکس میگیره میذاره تو اینستا، میگه چشاتون دراد، لاکچریا. ارزش انسان به پول شده دیگه. پسره شده تن پرست، دختره شده آهن پرست. او واسه آهن تنش رو در اختیار قرار میده. یا شما ارزش آدما تنزل پیدا کرده به یه تیکه آهن، 4 تا چرخ. خریت جهله، اما خیلی جهل شیکی. آخرالزمان میاد، خیلی ها رو میبره. ارزش آدما تنزل پیدا کرده به یه تیکه آهن، 4 تا چرخ. آخرالزمان میاد، خیلی ها رو میبره.